رفیقت و جورت و همکارت پاپیراس میکشد، او را آهسته آهسته نصیحت کن، از این راه بد گردان. زیرا پاپیراس حرام است بچه های خوش رو، زیرا اونها در سلامتی تان ضرر دارد. در چند دام هایی که مهمانی دعوتون کردین، در همین جاها که دیدم در همون تبلیس ها نوشتگی که سیگارت زهر دارد، آدم میکشد. وقتی که همین عروس ها اینقدر احتیاط میکنند، باید شما مسلمان ها به طریق اولا احتیاط کنید، زیرا شریعت برای شما وی حرام کرده است. نصیحت کنید، باید او را از این راه باز دارید. وقتی که میبینی برادرت عرقنوش است، نشأمند است، کوشش کن او را از این راه بازگردان. اگر با نصیحت شما، با راهبری شما یک آدم از راه بد بازگردد، والله ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن استین. ببینه یک رفیق اوباش تانه، یک رفیق میزده تانه شما با نصیحت کردن اگر اصلاحش کنه چی ثواب میگیره؟ حضرت علی پیغمبر خدا گفتند لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. اگر با نصیحت تو یک بی نماز خوان شود، با نصیحت تو یک اوباش از اوباشی باز استاد، با نصیحت تو یک میزده از عرق نوشی باز استاد توبه کند، ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن، کشتن و صدقه کردن. بچه های عزیز، ما باید نسبت جامعه بی‌طرف نباشیم. اگر جامعه فاسد شد، خواهی نخواهی خاندان شما را سرایت میکند، خواهی نخواهی فرزندان شما را سرایت میکند. هر کدام ما باید اصلاح جامعه را حرکت کنیم. هر کدام ما باید اصلاح کردن دوستای خودمان را حرکت کنیم. روز قیامت دوست از بالای دوست شکایت دارد در پیشگاه خدا. بنابر کار کنید دوستیتان برای خدا باشد، دوستیتان برای خاطر اسلام باشد. این دوستی انشاءالله در این دنیا هم ثمره خوب میتید، فقط در آخرت هم یک دیگر مقام شفاعت میتید. بنابر بچه های خوشرو همیشه نصیحت کردن برای خودتان عادت کنید. بازم میگم اگر دیدی رفیقت پاپیراسکش است، اول کوشش کن او را از این راه بازگردان. وقتی که میبینی نصیحت و تاثیر ندارد، قبولش نمیکند، حرکت که خود از وی جدا کن که مبادا زهرآلود نشوی. اولش که عیب است جوانی که مسجدی است، جوانی که نمازخوان است، جوانی که عقیدی درست دارد و ایمان به خدا دارد، این گویا مثل یک آدم مسلح است، برای شخصی به عقیده تابع شود، صحبتی و این تابع خودش کند، اخلاقی و این تابع خودش کند، این عیب است. لیکن اگر مبادا احتمال است که در دام او افتی، کوشش کن از او خود نگه دار. یاری بد بدتر بود از ماری بد. عزیزان میگوید چگونه مار سبب هلاکت انسان است، زهرش ظاهرا ملایم است، دست بالاش دمون، لیکن نشکی زد آدم هلاک میکنه. بے پرواگی کنی. ان همین رفیق میزده، جوری پاپیراسکس، جوری نشأمند، جوری گیراین کش، جوری زناگار و قرطباز، آخر شما را مثل خودش رسوا میکند و خجالت زده میکند. بنابر کوشش کنه از رفیق بد خدا تا نگه داره. یا الله. بنابر رسول این پیغمبر خدا دوستها در روز قیامت و یکدیگر مقام شفاعت دارند وقتی که دوستیشان برای خدا باشد، وقتی که دوستیشان برای اسلام باشد. اما دوستیه که فقط برای دنیاست، برای پاپیراس کشیش، برای قرط بازیش، برای زنک بازی، این همین دنیا آدم به یکدیگر نفرت دارن، فقط وقتی روز قیامت هم از یکدیگر نفرت دارن. بنابر وظیفه هر کدام ما و شما عزیزان من نصیحت کردن هستیم. ز صحب نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. آدم خوب باشد به او رفیق شو، با او جوره شو. من مسجد جایی
نصیحت شنیدن است. وقتی که پیش ملایم آمدین آمده انشاءالله یک لحظه هم باشد، 5 دقیقه هم باشد، یک حدیث هم که برای شما گوید، این شما ده خیلی هم غذای روحی می شود، خیلی هم غذای معنوی می شود، شما را انشاءالله از چند راه بعد باز می گرداند. اما از این جدا شدی، از این مسجد دور شدی، از صحبت علما دور شدی، به رفیقهای قرطباز و نشعمند و گیراینکه جور شدی، دان که او تو را زهرآلود می کند. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. که زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. از آدمهای پلید، از آدمهای بد اخلاق، از آدمهای اوباش رو گردان عزیزی من، پیش آدمهای خوب رو، پیش آدمهای پاکیزه رو، پیش آدمهای مسجدی رو، پیش آدمهای خوش اخلاق رو، مثل اونها خوش اخلاق شو، مثل اونها مسجدی شو، هم سعادت دنیا داری و هم سعادت آخرت. یا الله. بن ابا سعدی بزرگوار خدا رحمت کنه میگوید یاری بد بدتر بود از ماری بد. این یاری بد از مار زهرآلود هم بدتر بود. زنهار از قرین بد زنهار، و قنا ربنا عذاب النار. گلستانش در جاش هم نظم دارد. یعنی رفیق بد مثل آتش از آدم می سوزاند، مثل کمر از آدم سیاه می کند، خجالت می کند. بنا از اونها خطانه نگه دارید. خدا رحمت کنه. مولانای رومی هم میگوید صحبتی عاشق تو را عاشق کند، صحبتی فاسق تو را فاسق کند. ببینید عاشقا جوانای پاکیزه، خوش اخلاق، با آداب، صاحب علم و معرفت، جوانایی که کسب حلال میکنن، جوانایی که وقت عبادت شد مسجد میبیاین، اینها را عاشق میگن. اینها هم کار دنیاشان میکنن، هم عبادت خداشان میکنن، هم از نعمتهای حلال خدا استفاده میبرند، هم از حراماش خداشان نگه میدارن. اینها دوستای خدا هستند. صحبت اینها انشاءالله شما را دوست خدا میکنند. اما صحبت فاسق، صحبت آدم های بد اخلاق و میزد و اوباش و زنک باز، شما را مثل خشانچی اوباش و فاسق و بد اخلاق میکند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. در جای دیگرش عطار هم خدا رحمت کنه رفیق خوبه، دوست خوبه تشبیه میکنه به دکان عطر فروش. دوستی بده تشبیه میکنه به دکان آهنگر. هر کی با عطار گردد قریب، او همه یابد زیبوی خوش نصیب. هر کی گردی کرهی انگشت گشت، جامه با دود و سیاهی زیشت گشت. بنابراین بچهای عزیز، وقتی که ما یکدیگر را نصیحت کردیم، غم یکدیگر ما خوردیم، اولش جامعه ما اصلاح می شود. دویمش ما حقی پروردگاره که بالای ما در نصیحت کردن برادر و نصیحت کردن خاندان و نصیحت کردن امت بود ادا کردیم. پروردگار اون وقت از ما راضیش می شود. خدا از بندش راضی شد، مکافات او بستانسرای جنت است. خدا از بنده اگر راضی نشد، بداند که پگه انتقام سخت از این بنده میگیرد. خدایی که برای ما اینقدر نعمت داد، ما شکرانی بندگی او را ادا نکردیم، البته او انتقام از ما میگیرد. بنابر خیال نکنه که رحمت خدا وسیع است، خدا بخشنده است، همه گناه را می بخشد. گفته خدا تسلی نتید از زن من. آره خدا بخشنده است، خدا را رحمتش وسیع است، لیکن برای کسانی است که او خدا را دوست می‌دارند، او خدا را میشناسند، او خدا را امر و فرمانش به جا میبیارند، او خدا را اطاعت میکنند، نمازاش میخوانند، لیکن گاه شیطان فریبش میکنه. یکی میبینی یک راه بد درفت، بعد از رفتن پشیمان میشه و خجالت میشه و توبه میکنه. برای این خدا بخشنده است،
برای کسی که از شب تا سحر، از سحر تا شب پروا نکرده گناه کند، پروا نکرده نماز نخواند، خوش خجالت نداند، چگونه خدا برای وی بخشنده است؟ شما خدا یک بار تصور کنی. این وسوسه شیطانی است. خدا در قرآن میگه این رحمت الله قریب من المحسنین. آره رحمت من خیلی هم وسیع است، لیکن برای بندگان نیکوکارم است، برای بندگان خدا ترسم است. بنا عزیزان من، بچه های خوش رو، بازم میگم وقتی که بنده امر و فرمان خدا را به جا بیارد، شکرانه این پروردگار را ادا کرد. مکافات او بستانسرای جنت است. این دنیا را جوانیش روز پیری دارد، شادش غم دارد، خرسندیش ماتم دارد، تن صحتش بیماری دارد. ببینید یک هفته در روز شاد و خرسند میگردیم، با میبینی یک تشویش و غم بالاتان دامد، چند روز عصباتان خراب بشود. یک سال و 2 سال تن صحت